در نورپردازی قرار دادن منبع نور و مادیفایر درست روبروی چهره سوژه و مدل یکی از اون عادت‌هاییه که خیلی محدودیت ایجاد میکنه. به عنوان مثال من اینجا یک چتر دارم که درست چتر رو مقابل چهره مدلم قرار دادم. اتفاقی که میفته اینه که من عکسی که میگیرم خب یک نور رامبراند دارم و بک‌گراندم خاکستری رنگ شده به خاطر فاصله‌ای که داره، به هر حال یه چیز طبیعی هست. اما اگر من بخوام اینجا بک‌گراند رو کاملا تیره بکنم، یکی از راه‌ها اینه که مدل و منبع نور رو خیلی فاصله بدم. اگر محدودیت داشته باشم برای فضایی که دارم عکاسی میکنم، یه راه دیگه هم وجود داره. اونم اینه که منبع نورم رو به این شکل جابجا بکنم و در حقیقت با این جابجایی از رسیدن نور به بک‌گراند دارم جلوگیری میکنم تا بک‌گراند کاملا مشکی داشته باشم. اتفاقی که میفته اینه که من از این جهت‌ها و از حاشیه‌ای که این منبع نور و این مادیفایر داره هنوز دارم نور میگیرم، اما قطعا شدت نورم تغییر میکنه. خب همینطور که می‌بینید من به بک‌گراند تیره تری رسیدم و اگر همچنان این خط نوری رو برگردونم می‌بینیم که کاملا بک‌گراندم تیره میشه و این یکی از راه‌هاییه که اگر شدت فلاش من زیاد هست و احیانا بخوام با دیافراگم‌های باز مثل 1.4 2.8 عکاسی کنم و قدرت فلاش من کم نشه، میتونم از این تکنیک استفاده کنم. یا احیانا زمانی که بخواید کنترل بکنید که نور به بک‌گراند نرسه، میتوانید با زاویه دادن منبع نور نورپردازی خلاقانه تری داشته باشید. آموزشگاه سینمایی هرویان